نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله، الله نور السماوات و الارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوه های بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید، الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میده تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه. وقتی این هم انسان ذلیل باشه، قیمتش پایین باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه. کالا و متاع شیطان دیگه مواد مخدر، زناست، رواز.